فرودگاه بین المللی دوشنبه، جایی که در یک هفته 5 پرواز به استانبول صورت می گیرد. خط سیر سیرمشتری پس از جاری کردن نظام روادید از سوی ترکیه، شماره مسافران کاهش یافته است. امروز 25 اپریل سال 2024 است. از روزی که سفر شهروندان تاجیکستان به ترکیه توسط ویزا آغاز شد 5 روز میگذرد. ما اینجا با فرودگاه شهر دوشنبه آمدیم تا از شهروندانی که به سمت استانبول پرواز میکنند بپرسیم که آیا در دریافت ویزا مشکلی داشتند و عمدتاً چی مقدار وقت برای دریافت ویزا صرف میشد. اما مشاهده بیش از 2 ساعته ما در فرودگاه دوشنبه نشان داد که تقریبا شهروندان تاجیکستان که ویزا دریافت کرده باشند و به سمت استانبول در حال پرواز باشند نیستند و عمدتاً کسایی میروند که سفر ترانزیتی دارند و استانبول را برای رفتن به کشورهای سوم و چهارم استفاده میکنند. سفارت ترکیه در دوشنبه وضع دریافت ویزا را شرح نمیدهد. شرکت‌های سیاحی نیز تنها گردشگرانی را میبرند که ویزا دارند. سفارت ترکیه در دوشنبه قاعده‌های دریافت ویزا را نشر کرده است. یک شرط این است شهروندان باید 1 ماه قبل از سفر برای دریافت ویزا مراجعت کنند. سندهای بیمه طبی، حساب بانکی، معلوماتنامه از جای کار و سلسله از اسناد دیگر هم طلب می شود. در حالی که برخی از شهروندان تاجیکستان از کشالکاری ها برای دریافت ویزا در شبکه‌های اجتماعی نگرانی کردند، یک شهروند ترکیه میگوید دریافت ویزا خیلی مشکل نیست. میدونین که مسافرها برای ویزا ناراحت میشن، ولی الان هم برای ترکا هم برای تاجیکا ویزا مشکل ندارن. خیلی راحت، تقریبا تو 2 روز 3 روز هم ترکا هم مردم تاجیکا ویزا میگیرن. ارزش ویزای یک سفری ترکیه $60 و ویزای بسیار سفری $190 است. شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان از دادن معلومات درباره تعداد مسافران به ترکیه خودداری کردند. از تاجیکستان به ترکیه در یک هفته 5 پرواز صورت می‌گیرد که 3 پرواز آن را شرکت سامان ایر و 2 پرواز را شرکت ترکیش ایرلاینز انجام می‌دهند. در آغاز ماه اپریل ترکیه برای سفر شهروندان تاجیکستان نظام روادید جاری کرد. سبب هم معلوم نیست. تاجیکستان هم در پاسخ عینی کار انجام داد. انقره نظام روادید را برای شهروندان تاجیکستان سال 2018 بیکار کرده بود و تاجیکستان سال 2021 به شهروندان ترکیه سفر 30 روزه بدون ویزا را اجازه داد. ترکیه یکی از راه‌های ترانزیتی و مهاجرت کاری برای شهروندان تاجیکستان دانسته می شود. شما استانبول رفتید؟